سلام. امروز میخوام یه چیزی بهتون بگم که شاید باورش براتون خیلی سخت باشه. یه زمانی دولت آمریکا خودش مردم خودش رو آلوده کرد. آره درست شنیدی، مردم خودش رو. بریم عقب. سال 1950 سان فرانسیسکو، یه شهر آروم و قشنگ. مردم داشتن زندگی خودشونو میکردن. هیچ کس خبر نداشت که همون موقع از بالای خلیج یه کشتی نظامی داره یه آزمایش عجیب انجام میده. اسم پروژه چی بود؟ سی اسپری، یعنی پاشیدن دریا. اسم باحالی داره نه؟ ولی پشتش یه داستان ترسناک خوابیده. نیروی دریایی آمریکا اومد میلیون ها ذره باکتری رو توی هوای شهر پخش کرد تا ببینه اگه یه دشمن بخواد حمله میکروبی کنه چه اتفاقی میفته. میگفتن باکتری ها بی ضررن، فقط برای آزمایشن، ولی خب معلوم شد اینطور نیست. چند روز بعد یه عالمه آدم مریض شدن. یه مردی به اسم ادوارد نویل به خاطر یه عفونت عجیب مرد. اون موقع هیچ کس نفهمید چرا، ولی سالها بعد خود دولت اعتراف کرد که بله، ما اون باکتری ها رو پخش کردیم. اما این تازه شروع ماجرا بود. تو دهه‌های 50 تا 70 دولت آمریکا چند تا آزمایش مشابه دیگه هم انجام داد. توی متروهای نیویورک، توی ایستگاه‌های اتوبوس، حتی توی دانشگاه‌ها. محقق‌ها باکتری‌های ضعیف یا گازهای مخصوص رو آزاد می‌کردن تا رفتار جمعیت رو بررسی کنند. در واقع مردم بدون اینکه بدونن تبدیل شدن به موش آزمایشگاهی. یه پروژه دیگه هم بود به اسم آپریشن وایت کوت. سربازهای جوان رو میذاشتن توی اتاق آزمایش و عمدن بهشون ویروس تزریق میکردن تا ببینن بدنشون چطوری واکنش نشون میده. میگفتن داوطلب بودن، ولی خب کسی دقیق نمیدونه واقعا انتخاب داشتن یا نه. و اما اگه فکر میکنی همین بود، نه. یه پروژه دیگه هم بود به اسم MK اولترا که توش CIA با داروهای روانگردان مثل LSD سعی میکرد ذهن آدم رو کنترل کنه. یه سری از اون سوژه ها حتی نمیدونستن دارن دارو میخورن، یعنی کاملا بدون اطلاعشون توی آزمایش ذهنی بودن. و حالا یه سوال، وقتی همچین کارهای اون موقع انجام میشده، از کجا مطمئنیم الان هیچ کس داره با ما این کارو میکنه یا نه؟ گاهی ترسناکترین دشمن ما اونور مرزها نیست، اینجاست، بین خودمونه، همونایی که قراره ازمون محافظت کنن. و این فقط یه نمونه از 10 آزمایشی که هیچ وقت نباید انجام میشد. آزمایش هایی که ثابت کردن انسان وقتی قدرت داره میتونه از هر بیماری خطرناکتر بشه.